این فرزند ما و شما است، مثل آب صاف و بی‌غبار است وقتی به دنیا می بیاید. چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح خود فرمودند: کل مولود یولد علی الفطرة، هر یک مولود وقتی به دنیا می بیاید بر فطرت پاکیزه الله تعالی او را به دنیا می آورد. فابواه یهودانه، پس پدر و مادرش او را چیکار میکنند؟ یا یهودی میکنند یا نصرانی میکنند، او یمجسانه، یا او را مجوسی میکنند. و هر سخنی که از زبان ما و شما نسبت فرزندانمان میبراید بر آنها تاثیر میکند. وقتی ما و شما میگوییم که تو فلانی هستی، وقتی ما و شما میگوییم که به فرزندانمان تو حیوان هستی، یا تو بیادب هستی، یا تو این هستی، تو آن هستی، گفته مذمت و ملامت میکنیم. فرزندان ما و شما صاف و بی‌غبار بودند، مثل این آب آلوده میشوند. یعنی کلمات ما و شما شخصیت فرزند ما و شما را میسازند و نتیجه شخصیت فرزند ما و شما چی میشود؟ دل فرزند ما، ذهن فرزند ما، ذهن تازه، نتیجهش این خیلی میشود. سپس آنها مبدل به چی میشود؟ به رفتار میشود و رفتارش در جامعه تاثیر میکند. بنابراین فرزند ما و شما آینه ما و شما است. ما و شما از فرزند خودمان را میبینیم. چگونه ای که هستیم فرزندان ما و شما همین گونه میشوند. دوستان عزیز، امروز هر پدر و مادر، هر والدینی که به فرزندش و به تربیه فرزندش اهمیت جدی نمیدهد و به تربیه آنها، تربیه نیک آنها کوشش نمی کند، نتیجه یک انسان، یک شخصیت در جامعه پیدا می شود که شخصیت فاسد، شخصیت فاسق، شخصیتی که همیشه بر ضرر جامعه کار می کند و بر ضرر حتی خودش چیکار می کند؟ کار و رفتار می کند. امروز پدر و مادری که از فرزندش شکایت می کند تو فلانی هستی، تو بیسمدانی هستی، آخر فرزند نتیجه دست خودت است. تو چگونه ای که هستی فرزندت همین گونه است. و مخصوصا امروز پدرهایی که در تربیه فرزند اهمیت جدی نمیدهند، پدرها فکر میکنند که وظیفه آنها فقط خورانیدن و پوشانیدن فرزند است. آنها بسیار خطا و غلط میکنند. هر پدری که گمان میکند که وظیفه او تنها تامین کردن خوراک و پوشاک فرزندانش است، این تربیه نیست، این نگاه و بین است، این سرپرستی است. سرپرستی را همه میتواند کند، اما تربیه مسئولیت است. انسان با نمونه نیک، با رفتار، با سخن نیک فرزندانش را تربیه میکند. ما و شما چنانه که گفتیم فرزندان برای ما و شما آینه هستند و چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح خود تاکید میکنند، میگن کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته و الرجل راع فی اهل بیته و هو مسئول عن رعیته. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن هر یکی شما سردار هستید، پرسیده شوانه پرسیده میشوید، مسئول هستید، از زیر دستان خود پرسیده میشوید. و تاکید میکنند میگویند و الرجل و مرد در اهل بیتش سردار است، پرسیده میشود، مسئول است، از مسئولیت خود از تربیه فرزندانش پرسیده میشود. بنابراین الله تعالی میگوید شما گمان نکنید که روز قیامت پرسیده نمیشوید. وقتی فرزند شما بیراه میشود، وقتی تربیه فرزند ما و شما امروز ویران میشود، گمان نکنید که شما روز قیامت پرسیده نمیشوید. الله تعالی میگوید وقفوهم، آنها را باز دارید، انهم مسئولون، آنها مسئول هستند، پرسیده میشوید. روز قیامت وقتی ما و شما، الله تعالی ما و شما رو میدارد، زنده میکند، روز محشر از فرزندان ما و شما ما پرسیده میشویم. امروز آیا پدر و مادر با نمونه نیک بودن، با تربیه خوب فرزندانشان رو تربیه میکنند یا تلفن موبیلی آنها رو تربیه میکند از هر طرف؟ بنابراین دوستان عزیز، در این برنامه کوتاه چی گفتنی هستم؟ بر دو چیز، مختصرا بر دو چیز تاکید میکنم که با همین دو چیز آغاز کنیم، ان شاء الله روز قیامت الله تعالی مسئولیت ما و شما سبک می شود و در نزد الله با سری بلند می بیاییم. یکمین چیز، هم پدر هم مادر مسئولیت را احساس کنند. پدر حسیت مسئولیت داند که من با تربیه فرزندم مسئول هستم، از تربیه فرزندم مسئول هستم و روز قیامت در نزد الله سبحانه و تعالی
پرسیده میشم وقت فرزند بیراه شد برای چی تو بیراه شدی؟ نه، زیرا اینکه ما و شما اهمیت ندادیم، زیرا اینکه ما و شما او را تربیت دادن نتوانستیم. وقتی کامیاب نشد، وقتی موفق نشد، سبب اساسی موفق نشدن فرزندان ما و شما، سبب اساسی ما و شما پدر و مادرها هستیم. یعنی یکمین چیز ما و شما حسی مسئولیت، من مسئول هستم، من پرسیده میشم. این وظیفه تربیه فرزند وظیفه اساسی من است. همین چیز پدر وقتی درک میکنه نمیگوید که من کارم زیاد است، بید و غزلم زیاد است، من باید چیکار کنم، این روم اون این سو روم وای طرف روم این کنم. تو نمیدونی که من در کوچه با کدام کارها مشغول هستم، چی کارها هستم. یا چقدر پدرها امروز در مهاجرت، سالها و سالها در مهاجرت، حتی فکر نمی کند که فرزندش در کدام حالت است، چگونه تربیت گرفته ایستاده است، چیکار کرده ایستاده است، چه خیلی رفته ایستاده است، رفیقانش، دوستانش کی هستند و چه هستند نمیدونه. یعنی یکمین چیز این حس مسئولیتی وظیفه خودمان دانیم که همین تربیت وظیفه ما و شما است. اگر ما و شما فرزندانمان را تربیت نکنیم پس کی تربیت میکنه؟ کی غمخواری میکنه؟ دومین چیزی که گفتیم تاکید میکنیم این نمونه نیک بودن برای فرزند. وقتی زیاد سخن میکنی اما در عملی تطبیق نمیکنی، وقتی پدر در نماز کوشش نمیکنه، پدر در کار خیر کوشش نمیکنه، پدر در کار خیر نمونه نیک نیست برای فرزندانش، چگونه فرزند از او تربیت گیرند؟ فقط با سخن، فقط با گپ زیاد. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیامبر رحمتا للعالمین، الله تعالی میگوید لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. در حقیقت پیامبر صلی الله علیه و سلم برای شما یک پیشوا و یک نمونه و الگوی نیک بود. در پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم در هر کار خیر پیش از آنی که امر کنند، پیش از آنی که ما و شما را راهنمایی کنند، پیامبر صلی الله علیه و سلم نمونه نیک بودند. برای همین امروز پدر و مادر، والدین نمونه نیک در رفتار، در گفتار، در هر یک تصرفی که، در هر یک کاری که ما و شما میکنیم، ما و شما فرزند تقلید میکنند. وقتی ما و شما رو دوست میدارن در حیات، وقتی اولین چشمهایش رو کشاده ما و شما رو میبینن، یعنی بزرگترین شخصیت برای او پدر و مادرش است. هر آن چیزی که پدر و مادر میکنند اول میگویند نه، اول هر آن چیزی که میکنند همان را میکنند. حتی فرزندان در طرز راه گشتن و راه رفتن و گفتن و پوشیدن و آیا نمیبینید دخترکی که، دخترچه میده که کفش های کلان مادرش را میپوشد، لباس های کلان مادر، یعنی حتی در لباس پوشی و هر یک کار فرزند چیکار میکنن؟ کوشش میکنن تقلید به پدر و مادر میکنن. برای همین ما و شما نمونه نیک برای فرزندانمان باشیم. الله تعالی حس مسئولیت را برای هر یکی ما و شما توفیق دهد و توفیق دهد که ما و شما برای فرزندانمان نمونه نیک باشیم. تا نوار آینده الله نگهبانتان باشد.